به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، جذاب و شیرین شروع می‌کنیم. کوزه‌ای از آب بحر، 7 درس زندگی از مثنوی معنوی، نوشته محمد رضا سرگلزایی هستش که در سال 1383 در مشهد توسط نشر مرندیز چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. 7 درس. درس اول، احساس تنهایی، رنج بزرگ انسان. درس دوم، نیازهای برآورده نشده از جایی سرباز می‌کنند. درس سوم، ناپایداری دلبستگی‌های زندگی. درس چهارم، اخلاق بر اساس سطح آگاهی تغییر می‌کند. درس پنجم، زندگی بیرونی نمودی است از زندگی درونی. درس ششم، غرایز هم ابزار رسیدن به حقیقت هستند. درس هفتم، زندگی با مرگ و سخن پایانی، هر چیز در زمان درست اتفاق می‌افتد. یک مقدمه خیلی کوتاهی داره که برای شما میخونم. وقتی اولین بار با نگاه یک روانپزشک به کتاب گرانقدر مثنوی معنوی نگریستم، برایم جالب توجه بود که مولانا در اولین حکایت مثنوی ماجرای یک مورد روانپزشکی را نقل کرده است. داستان کنیزکی که دچار بیماری می شود و بیماری او گرچه تمام بدنش را تحت تاثیر قرار می دهد، اما اساس آن یک دلبستگی حل و فصل نشده و به تعبیر دیگر یک نیاز روانی برآورده نشده است. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. دید از زاریش که او زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. میتوان آنچه را در فرهنگ ما عرفان نامیده می شود یک مدل روان درمانی دانست. مدلی که در آن همچون سایر انواع روان درمانی تلاش می شود رنجهای روانی انسانها کاهش یابد و به آنها در برآوردن نیازهای روانیشان کمک شود. کتاب مثنوی سرشار است از درس‌هایی در این جهت و کتاب حاضر نگاهی است روانشناسانه به یک میراث گرانقدر. کوشیدم تا مدل رواندرمانی مولانا را در قالب درس‌های روانشناسی به دنیای امروز معرفی کنم، گرچه گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. محمد رضا سرگلزایی، پاییز 1384. درس اول، احساس تنهایی، رنج بزرگ انسان. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کدور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچو نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بینوا شد گرچه دارد صد نوا. ویلیام گلاسر، پایه‌گذار واقعیت درمانی میگوید نیاز به عشق و دوستی متقابل یک نیاز اساسی روان انسان است. در هر ناحیه‌ای از جهان، از جمله پیشرفته‌ترین کشورها، از نظر اقتصادی و فرهنگی افراد بسیاری هستند که نیازهای روانیشان برآورده نمی‌شود و به رضایت خاطر دست نمی‌یابند. اینان از اینکه دوست داشته باشند و دوستشان بدارند ناتوانند. تمام کسانی که دچار مسئله روانی جدی از هر نوع آن هستند، در آن برهه زمانی پیوند عاطفی لازم با فرد دیگر را ندارند و کسی نیست که دوستش داشته باشند یا او دوستشان بدارد.
به واسطه این قطع رابطه است که قادر به پاسخگویی به نیازهای خود نیستند و رضایت خاطر ندارند. ممکن است بیمار، همسر، دوستان و خانواده‌ای هم داشته باشد، اما آنان قادر به برآورده کردن نیازهای عاطفی وی نباشند. به رغم حضور افرادی که مدعی توجه کردن به او و دوست داشتن او هستند، بیمار نه عشق و دوستی آنان را باور دارد، نه خودش آنان را دوست دارد. آنچه به نظر خویشاوندان خوشنود کننده و رضایت بخش می آید، برای او خوشنود کننده نیست. فرض کنید شما را در جزیره قرار دهند که هیچکس ساکن آن نیست، ولی تمام امکانات و شرایط رفاهی را برایتان فراهم کنند. آب و هوای خوب، طبیعت خوشمنظره، یک قصر با شکوه و مجهز و امکاناتی که به طور اتوماتیک بهترین غذاها و نوشیدنی‌ها را بنا به خواست شما برایتان فراهم کند. چه مدت می توانید چنین بهشتی را تحمل کنید؟ تقریباً همه انسان‌ها مدت کوتاهی می توانند چنین محیطی را تحمل نمایند. پس از چند روز یا حداکثر چند هفته نه تنها نمی توانیم از چنین محیطی لذت ببریم که به شدت از تنهایی خود رنج میبریم، تا حدی که بزرگترین آرزویمان پیدا کردن یک همصحبت می شود. قطعاً برای افراد اندکی چون این تجربه‌ای وجود دارد که در جزیره‌ای تنها زندگی کنند، اما احساس تنهایی برای همه ما احساس آشنایی است. زمانی رنج تنهایی ما فروکش می کند که بتوانیم با کسی یا کسانی ارتباط دو طرفه داشته باشیم که ما را بفهمند و پس از شناخت و فهمیدن ما را دوست بدارند و برای ما ارزش قائل باشند. ممکن است شما در حال راه رفتن در بین هزاران نفر در خیابان‌های شلوغ شهر باشید، ولی احساس بیگانگی و تنهایی کنید. اما از آن سو شما می توانید در اتاقی تنها نشسته باشید و نامه‌ای را از کسی که شما را می‌شناسد و دوستتان دارد بخوانید و اصلا احساس تنهایی نداشته باشید. بنابراین فارغ از شرایط بیرونی، وجود احساس بیگانگی و تنهایی یک رنج بزرگ برای انسان است. دکتر جین اورنیش دارای کرسی طب پیشگیری در کتاب خود عشق و زندگی می‌نویسد: هر چیزی که موجب افزایش احساس عشق و مهرورزی شود شفابخش است. هر چیزی که باعث انزوا، جدایی، تنهایی، خصومت، خشم و احساس بیگانگی شود به رنج، بیماری و مرگ زودهنگام منجر می شود. هنگام بررسی تحقیقات علمی از اینکه دریافتم عشق و روابط اجتماعی می توانند در وقوع بیماری و مرگ زودهنگام نقش مهمی داشته باشند، بسیار شگفت‌زده شدم. باور اینکه کارهای ساده‌ای همچون گفتگو با دوستان، نزدیکی با والدین، مشارکت صادقانه در احساسات دیگران و پذیرش انتقاد به منظور ایجاد صمیمیت می‌تواند چون این تحول بزرگی را در سلامت و رضایت انسان به وجود آورد، بسیار دشوار است. دکتر اورنیش در کتاب خود مجموعه گرانبهایی از تحقیقات و مقالات علمی را فراهم آورده که نشان می‌دهند عشق و روابط اجتماعی و چگونگی سوخت و ساز کلسترول و احتمالاً حمله قلبی یا مرگ ناگهانی بر اثر عارضه قلبی مؤثرند. عدم وجود روابط صمیمانه با پدر و مادر در دوره جوانی در ابتلا به بیماری‌های شدید، بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، زخم اثناعشر و اعتیاد به الکل در میانسالی اثر قابل توجه دارد. عدم وجود رابطه عاطفی بین پدر و پسر بهترین راه پیشبینی سرطان در دهه‌های بعدی زندگی است. داشتن یک محرم راز پیشبینی کننده قوی میزان طول عمر پس از یک بیماری قلبی، گرفتگی عروق کورنر است. شرکت منظم در گروه‌های اجتماعی سازمان یافته احتمال مرگ و میر پس از جراحی قلب باز را تا 4 برابر کاهش می‌دهد. شرکت در یک گروه حمایتی میزان طول عمر پس از جراحی یک تومور سرطانی بدخیم را افزایش می‌دهد. تعداد رابطه‌های اجتماعی نقش مهمی در محافظت افراد در برابر سرماخوردگی دارد.
وجود یک حمایت عاطفی مداوم مدت درد زایمان را کاهش می‌دهد. میزان نیاز به سزارین و عوارض زایمانی را می‌کاهد و ارتباط مادر و نوزاد را بهتر می‌کند. مولانا در ابتدای کتاب شریف مثنوی رنج بزرگ تنهایی را معرفی می‌کند و بی‌نوایی و درد نداشتن یک ارتباط عاطفی دوسویه را نشان می‌دهد. درس دوم، نیازهای برآورده نشده از جایی سرباز می‌کنند. حکایت اول مثنوی حکایت یک نیاز عاطفی برآورده نشده است. تصور اینکه می‌توان نیازها را سرکوب کرد و با خیال راحت زندگی کرد یک نوع واقعیت گریزی است. همانطور که در فیزیک در قالب اصل بقای ماده و انرژی می‌خوانیم هیچ چیز به وجود نمی‌آید و هیچ چیز نابود نمی‌شود، تنها از شکلی به شکل دیگر در می‌آید. در روانشناسی نیز می‌دانیم که نیازهای روانی ما قابل سرکوب و نابودی نیستند. آنها در شرایط فشار تنها تغییر شکل می‌دهند و به گونه دیگری خود را نشان می‌دهند. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. حکایت از آنجا شروع می شود که پادشاهی عاشق کنیزکی می شود و او را می خرد. اما وقتی کنیزک به دربار آورده می شود سخت بیمار می شود تا جایی که پادشاه طبیبان مختلف را برای درمان او فرا می خواند و آنان نیز تلاش خود را به خرج می دهند. اما نه تنها کنیزک بهبود نمی یابد که روز به روز وضعش به وخامت می گراید و داروها نتیجه عکس می دهند. هرچه کردن از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از غذا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی را فزود. از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. پادشاه ناامید از طبیبان به مسجد می رود و دعا و التماس می کند و در حال گریه به خواب می رود. در خواب پیری را می بیند که به او بشارت می دهد. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا ز ماست. چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان که او امین و صادق است. فردا صبح پادشاه در انتظار ماند تا کسی وارد شد که با آنکه منتظرش بود مطابقت داشت و پادشاه از او استقبال کرد و داستان بیمار را برایش بازگو نمود. ملاقات حکیم و کنیزک جدا از درس‌های کلی این حکایت سرشار از نکات ریز و جزئیات درس‌آموز است. حکیم چنان قدم به قدم اصول روانشناسی را در بررسی بیماری کنیزک رعایت می‌کند که با دانش روانشناسی امروز می‌توان این مصاحبه درمانی را کاملاً تایید کرد. ابتدا حکیم شرح حال کامل علائم بیمار را می‌شنود. بیمار را معاینه می‌کند و در حد امکانات آن زمان علاوه بر معاینه بالینی به بررسی ادرار وی نیز می‌پردازد. سپس شرح داروهای مصرف شده و آثار آنها را بررسی می‌کند و پس از این بررسی کامل در می‌یابد که علت بیماری یک نیاز برطرف نشده روانی است. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کردند آن عمارت نیست ویران کردند. بیخبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دور. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. آنگاه حکیم ارزیابی روانشناختی بیمار را آغاز کرد و برای این کار اصول دقیق ارزیابی را به شرح زیر رعایت نمود. 1. اصل رازداری و فراهم کردن فضای امن برای ارتباط درمانی. ما نمیتوانیم اسرارمان را در اختیار همه بگذاریم، چرا که با این کار در مقابل آنها آسیب پذیر میشویم.
ما اطلاعاتی را در اختیار دیگران می‌گذاریم که منجر به این شود که آنها ما را آدم خوبی بدانند. بنابراین هر چیزی که باعث قضاوت منفی آنها در مورد ما شود را از دیگران، حتی از نزدیکان، پنهان می‌کنیم. در واقع به قول ویلهلم ریش ما به درون یک زره می‌خزیم که آن را زره منش می‌نامد و به گفته کارل گوستاو یونگ ما ماسکی را به چهره می‌زنیم که این صورتک شکلی را به مردم نشان می‌دهد که آنها دوست دارند ببینند، نه شکلی که ما هستیم. به تدریج آنقدر برای دیگران در زره می‌خزیم و ماسک به چهره می‌زنیم که خودمان هم دیگر شکل واقعیمان را فراموش می‌کنیم. بنابراین آنقدر آشناییمان با خودمان اندک است که دیگر نمی‌توانیم علت رنج‌ها و نارضایتی‌های خود را بشناسیم و در نتیجه در حل و فصل آنها نیز ناتوان می‌شویم. دویفورد می‌گوید در کودکی به گوشم خواندند که مردم جهان دو گروه هستند، خوبها و بدها. من هم مثل بیشتر کودکان سعی کردم تا صفات خوبم را نشان دهم و صفات بدم را بپوشانم. به شدت مایل بودم که خود را از همه آن بخش‌های وجودم که مورد پذیرش مادر، پدر، خواهر و برادرم نبودند خلاص کنم. بزرگتر که شدم، افراد بیشتری با نظرات و عقاید دیگری به زندگیم وارد شدند و در ارتباط با آنها متوجه شدم که باید بخش‌های بیشتری از خودم را پنهان کنم. شبها اغلب بیدار می‌ماندم و از خود می‌پرسیدم چرا آنقدر بد هستم و چرا این همه خصوصیات زشت به من عطا شده است؟ آرزو داشتم هیچ گونه عیبی نداشته باشم تا همه دوستم بدارند. در نتیجه هنگامی که مسواک نمی‌زدم، زیادی شیرینی می‌خوردم یا خواهرم را کتک می‌زدم، دروغ می‌گفتم. دیگر وقتی که بزرگتر شدم حتی متوجه نبودم که دروغ می‌گویم، چون به خودم هم دروغ می‌گفتم. به من می‌گفتند عصبانی نباش، خودخواه نباش، بدجنس نباش، زیاده‌خواه نباش. به این ترتیب پیام نباش در اعماق وجودم نقش بست. به تدریج به این باور رسیدم که شخص بدی هستم، زیرا گاهی اوقات بدجنس بودم، گاهی خشمگین می‌شدم و گاه همه شیرینی‌ها را برای خودم می‌خواستم. اندک اندک معتقد شدم که برای زندگی در این جهان و بودن در کنار خانواده‌ام باید خود را از شر این وسوسه‌ها خلاص کنم و همین کار را هم کردم. به تدریج چنان این خواهش‌ها را به اعماق آگاهیم راندم که وجود آنها را به کلی فراموش کردم. بنابراین مشکل عمده آدم‌ها این است که بخش اعظم خود را انکار کردند و از چنان ارتباطشان با قسمت عمده‌ای از خودشان قطع شده که دیگر قادر به مدیریت آن نیستند. در اینجاست که نکته مهم یک برنامه رواندرمانی شروع می شود. ایجاد محیطی امن و رابطه ایمن که در آن درمانجو بتواند آرام آرام نقاب خود را بردارد و از زرهی که در آن فرو رفته است بیرون بیاید. خود را آنگونه که هست نه آنگونه که باید باشد به دیگری معرفی کند و در سایه این اقدام خود نیز با خود آشنا شود. چون این فضای امنی در صورتی فراهم می شود که درمانگر چنان به اطلاعاتی که از درمانجو دریافت می کند واکنش نشان دهد که درمانجو مطمئن شود که ارائه اطلاعات باعث نمی شود درمانگر او را در دسته آدم‌های بد قرار دهد و از او بدش بیاید. به گفته کارل راجرز درمانگر درمانجو را در موقعیت مثبت بی قید و شرط قرار می دهد. نکته مهم عبارات فوق این جمله است: درمانگر چنان به اطلاعاتی که از درمانجو میگیرد واکنش نشان دهد. منظورم این است که اگر هنگامی که درمانجو راجع به وابستگی خود به الکل صحبت می کند درمانگر اخم کند، یا زمانی که درمانجو به یک رابطه جنسی نامشروع اعتراف می کند درمانگر سرخ شود بدون اینکه سخنی به زبان آورد. به درمانجو اعلام کرده که اطلاعاتی که می دهی باعث می شود که من احساس بدی پیدا کنم، پس لطفاً دیگر به من اطلاعات نده، یا فقط همان اطلاعاتی را بده که به سایرین می‌دهی. چون این ارتباطی یک رابطه منحصر به فرد است. واکنش دیگران مثل واکنش درمانگر نخواهد بود. بنابراین طبیعی است که درمانجو انتظار داشته باشد آنچه را به درمانگر میگوید فقط و فقط او بداند. مولانا
در ابتدای ارتباط حکیم و کنیزک در چند بیت به ایجاد چنین حریم امنی اشاره می کند. گفت ای شه خلوتی کن این خانه را، دور کن هم خویش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. خانه خالی ماند و یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی. 2. حکیم به تأثیر فرهنگ بر روان ما توجه داشت. زیگموند فروید پایه‌گذار روانکاوی تأثیر شگرف غرایز را بر رفتار انسانی معرفی کرد، اما چندان به تأثیر فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی توجه نکرد. به همین دلیل نظریه او را یک افراط‌گرایی بیولوژیک نامیدند. در واکنش به این افراط‌گرایی دیگران همچون مارگارت مید با مطالعه فرایند نوجوانی در قبایل ساموا در اقیانوسیه فرهنگ را آنقدر به طور افراطی در رفتار مؤثر دانست که نظریه او را افراط‌گرایی فرهنگی دانستند. نیازهای برآورده نشده از جایی سرباز می‌کنند. پژوهشگران امروزی هیچ کدام از این دو گونه افراط را قبول ندارند. مولانا همچون یک دانشمند امروزی هم به تاثیر طبیعت و سرشت اعتقاد دارد و هم به تاثیر فرهنگ، جامعه و تربیت. از یک سو به تاثیر سرشت اشاره می کند. هر دو گون زنبور خوردن از محل، لیک شد زان نیش و زین دگر عسل. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دو نی خوردن از یک آب خور، این یکی خالی و آن دیگر شکر. و از سوی دیگر به اثرگذاری فرهنگ اشاره می کند. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. و در آن شهر از قرابت کیستد، خویشی و پیوستگی با چیستد. اما در همان حال که رفتار ما محصول طبیعت و تربیت است، این نکته را هم از نظر دور نمی دارد که رفتار ما هم بر سرنوشتمان تاثیرگذار است. یعنی ارتباط ما و هستی یک ارتباط دو سویه است و همانطور که هستی چه از طریق طبیعت و چه از طریق تربیت بر ما تاثیر گذاشته است، ما نیز بر هستی اثرگذاریم. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. 3. حکیم به نشانه‌های غیر کلامی توجه داشت. در زمینه ارتباط غیر کلامی و زبان بدن احتمالاً مؤثرترین کار بیش از قرن 20 را کتاب بیان هیجانات در انسان و حیوان اثر چارلز داروین می‌شناسند که در سال 1872 منتشر گردید. این کتاب آغازگر مطالعات نوین راجع به حالات صورت و زبان بدن بود و بسیاری از عقاید و مشاهدات داروین در آن زمان را اغلب محققان تایید کردند. از آن پس پژوهشگران نزدیک به 1,000,000 نشانه غیر کلامی را شناسایی کرده و به ثبت رساندند. یکی از این پژوهشگران به نام آلبرت مهرابیان به این نتیجه رسیده که تأثیر کلی یک پیام 7% کلامی فقط به صورت کلام و 38% صوتی شامل تون صدا، نوسان صدا و دیگر عوامل صوتی و 55% غیر کلامی است. پروفسور بردویستل برآورده مشابهی از میزان ارتباط کلامی که ما بین انسان‌ها صورت می‌گیرد به عمل آورده است. طبق برآورده او، انسان معمولی در مجموع حدود 10 تا 11 دقیقه در روز صحبت می‌کند و یک جمله معمولی فقط 2.5 ثانیه به طول می‌انجامد. وی نیز مانند مهرابیان به این نتیجه رسیده که بخش کلامی حداکثر 35% یک پیام را تشکیل می‌دهد و بیش از 65% آن غیر کلامی است. اغلب پژوهشگران عقیده دارند که ارتباط کلامی عمدتاً برای تبادل اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که ارتباط غیر کلامی حالات بین فردی را نشان می‌دهد و گاهی به عنوان جایگزین پیام‌های کلامی که به هر دلیل قابل ابراز نیستند به کار می‌روند. مثلا یک زن می‌تواند به مردی نگاه عاشقانه بیاندازد و به این ترتیب بدون اینکه دهان خود را باز کند پیامی بسیار واضح به او بدهد.
بر این مبنا پژوهشگران زیادی در جستجوی این بودند که پیام‌های غیر کلامی مختلف را شناسایی نمایند و از طریق آنها به شناسایی مشکلات و رنج‌های درونی انسان‌ها کمک کنند. یکی از این پژوهشگران و صاحب نظران دکتر کارل گوستاو یونگ بود. دکتر یونگ را پایه‌گذار روشی می‌دانند که به آن تست تداعی کلمات می‌گوییم. در این روش فهرستی از کلمات را درمانگر برای بیمار مرور می‌کند و پاسخ کلامی و غیر کلامی آزمودنی را در مقابل هر کلمه ارزیابی می‌کند. مثلا هنگامی که آزمودنی در هنگام شنیدن کلمه مادر مکث می‌کند یا زمانی که آزمودنی پس از شنیدن کلمه همسایه سرخ می‌شود، درمانگر می‌فهمد که در زمینه این اشخاص داستان نگفته و مهمی در زندگی بیمار وجود دارد. گرچه پروفسور یونگ را پایه‌گذار تست تداعی کلمات می‌دانند، اما مولانا صدها سال قبل از یونگ استفاده از این تست را برای تشخیص داستان نگفته بیمار در حکایات حکیم و کنیزک شرح می‌دهد. دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز می‌پرسید از جور فلک. زان کنیزک بر طریق داستان باز می‌پرسید حال دوستان. با حکیم او قصه ها می‌گفت باش، از مقام و خواجگان و شهر تاش. سوی قصه گفتنش می‌داشت گوش، سوی نبض و جستنش می‌داشت هوش. دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خویش، در کدامین شهر بودستی تو بیش؟ نام شهری گفت و زان هم درگذشت، رنگ رو و نبض او دیگر نگشت. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت، از جای و از نان و نمک. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چو قند. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که از سمرقندی زرگر فرد شد. چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او کدام اندر گذر؟ او سر پل گفت و کوی قانفر. گفت دانستم که رنجت چیست دود، در خلاص از سرها خواهم نمود. پس از این بررسی دقیق و ظریف، حکیم به این نتیجه رسید که تمام رنج و بیماری کنیزک ناشی از یک نیاز حل نشده است. دلبستگی او به زرگر سمرقندی باعث بیماری وی شده است. بنابراین مولانا در این حکایت درس مهمی را بازگو می‌نماید. نیازهای برآورده نشده از جایی سرباز می‌کنند. همین حقیقت را دکتر ویلیام گلاسر بدین گونه بیان می‌کند: افراد نیازمند به رواندرمانی صرف نظر از چگونگی تظاهر بیماریشان همه گرفتار یک نوع نارسایی و کمبود هستند. این دسته از مردم از برآوردن نیازهای اساسیشان ناتوانند. شدت نشانه‌ها متناسب با درجه ناتوانی فرد در برآوردن نیازهای اوست. کسی نمیتواند دقیقاً بگوید که چرا ناراحتی فرد با زخم معده تظاهر می‌کند و فرد دیگر دچار ترس از آسانسور می‌شود. ولی نشانه‌ها به هر شکل که باشند، هنگامی که نیازهای فرد با موقعیت برآورده شد برطرف می‌شوند. حکیم صحت یافتن کنیزک را منوط به برآورده شدن موفق نیاز وی دانست و بر این اساس او را به وصال زرگر سمرقندی رساند. گفت تدبیر آن بود کان مرد را حاضر آریم از پی این درد را. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور. پس حکیمش گفت کای سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده، تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. شه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. مدت 6 ماه می‌راندند کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام. اما حکایت به اینجا ختم نمی شود. بخش پیچیده قصه تازه شروع می شود. حکیم شربتی می ساخت و به خورد زرگر می داد که باعث می شد چهره و زیباییش تغییر کند. وقتی زرگر تغییر کرد، دلبستگی کنیزک به او از بین رفت. بعد از آن از بهر او شربت بساخت.
تا بخورد و پیش دختر می‌گداخت. چون ز رنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. در اینجا مولانا حکایات را بهانه‌ای می‌کند تا چند درس را بازگو کند. این درس‌ها را به اجمال عنوان می‌کنم و در فصل‌های بعدی آنها را مورد بحث قرار می‌دهم. 1. دلبستگی‌های زندگی بر اساس متغیرهای ناپایدار ایجاد می‌شوند. پس گذار و بی‌ثبات هستند. عشق‌هایی کز پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر بیان بد داوری. بر این اساس مولانا می‌خواهد به ما بیاموزد که به جای دلبستگی به آنچه ناپایدار و بی‌ثبات است، به آنچه پایدار و ثابت است دل ببندید. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین که او باقی است، کز شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتن از عشق او کار و کیا. 2. آنچه در زندگی به نظر ما یک مزیت میآید، ممکن است یک رنج در پی داشته باشد و آنچه در نظر ما یک رنج میآید، ممکن است هدیه‌ای برایمان باشد. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شه را بکشته فر او. گفت من آن آهوم کز ناف من، ریخت آن صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا کز کمین، سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. ضعف اطلاعات ما باعث می شود همیشه بخشی از واقعیت را ببینیم. بنابراین دسته‌بندی ما مبنی بر اطلاعات موجود همیشه یک دسته‌بندی مصنوعی و یک جانبه است که با به دست آوردن اطلاعات بیشتر عملکرد خود را از دست می دهد. ما بسیاری را می بینیم و از رنج آن ناخرسندیم، اما اینکه بیماری منجر به بستری شدن ما در بیمارستان شده، در آن بیمارستان با آدمی آشنا می شویم که نگاه ما را نسبت به زندگی تغییر می دهد و بسیاری از رنج‌های دیگر ما را مرتفع می سازد. برای ما آشکار نیست پول و ثروت به ما امکان انتخاب‌هایی را می دهد که قبلاً برایمان فراهم نبود و با این انتخاب‌ها رنج‌هایی را برای خود فراهم می‌آوریم که برایمان آشکار نیست. همین مفهوم در قرآن کریم بدین گونه بیان شده است: عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. بقره آیه 216. چه بسا چیزی که از آن کراهت دارید در حالی که برایتان نیکوست و چه بسا چیزی که دوستش دارید و برایتان بد است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. هر نوع ارزیابی و نتیجه‌گیری بشری تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و بخش بزرگی را نادیده می‌گیرد. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. مولانا این نظریه نسبیت را در حکایاتی دیگر به شرح و تفصیل می‌آورد. به این بحث در زمان خودش مفصل‌تر خواهیم پرداخت. اما این حکایت چند سوال اساسی را ایجاد می‌کند که در درس‌های آینده به آنها می‌پردازیم. 1. آیا ناپایداری دلبستگی‌های زندگی به این معناست که باید با زهد و بی‌رغبتی با زندگی مواجه شویم؟ 2. آیا ضروری بود که با کشف نیاز برآورده نشده در جهت رفع آن نیاز اقدام کنیم؟ آیا کم هزینه‌تر نبود که کنیزک متقاعد می‌شد که این دلبستگی گذراست تا اینکه چنین ماجرایی رخ دهد و او گذرا بودن دلبستگی خود را ببیند؟ 3. آیا کسی حق دارد برای برآوردن نیازهای برآورده نشده یا برای آگاه ساختن و درس دادن به دیگران چنین برنامه‌ریزی در زندگی دیگران بکند؟ آیا طرح حکیم غیر اخلاقی نبود؟ قبل از آن که به مطالعه ادامه دهید، مدتی را صرف فکر کردن به هر یک از سوالات فوق نمایید. و تا ابتدای درس سوم رو تونستم از این کتاب برای شما بخونم. این کتاب بسیار زیباست، لطفاً برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.